6 ردیف بافته شده. 1 2 3 4 5 و 6. الان بچه ها 3 تا زنجیره میزنم، دوباره کارمو برمیگردونم. میام باز وسط 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، دوباره همینجا 2 تا پایه بلند میبافم. خب الان دقت کنید بچه ها، این قسمت رو دقت کنید. نخ پشت گلاب، از پشت باید برجستگی رو ببافم دیگه، درسته؟ یه بار از پشت برجستگی رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، دوباره ببینید یک فضای دیگه اینجا من درست کردم. خب حالا بدون زنجیره و چیزی میام این قسمت، بازم 1 2 2 تا زنجیره، 1 و 2. ببینید چی کار کردم؟ از این برجستگی که پشت بافتم یک فضای خالی ایجاد کردم، فضای زنجیره. الان میام دوباره روی این 3 تا زنجیره یک پایه بلند میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم. ببینید اینجا روی کارمه این برجستگی که داره، این فضای خالی اینجا به وجود اومد. الان میام 3 تا زنجیره رو که زده بودم بدون هیچ زنجیره‌ای ها وارد این قسمت میشم، دوباره 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. خب میام الان بچه ها اینجا 2 تا برجستگی دارم دیگه، برجستگی اولمو میبافم پایه بلند، 2 تا زنجیره، ببخشید نه 2 تا زنجیره نبود، برجستگی اولمو میبافم، میام داخل این، اول یه پایه بلند میبافم، بعد 2 تا زنجیره، چون میخوام از اینا درست کنم. دوباره میرم یک پایه بلند دیگه میبافم و برجستگی بعدیمو ببینید. پس یه برجستگی اینجا زدم، داخلش یه دونه پایه بلند، 2 تا زنجیره، یه دونه پایه بلند، دوباره برجستگی بعدی. باز میرم سراغ این، 1 2 2 تا زنجیره، دوباره همینجا 1 و 2. میام روی پایه بلند میبافم، این قسمت تمام. ببینید اینجا خالی بود، بعد 2 تا پایه اومد اینجا، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم، میام داخل باز این قسمت، 1 و 2 2 تا زنجیره میبافم، میام همینجا 1 و 2. خب رسیدم بچه ها به این قسمت، اینجا که برجستگی بود، از پشت برجستگیمو میگیرم و میبافم، داخل اینجا 2 تا دیگه میبافم، عین این بشه، اینجا و اینجا 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام دوباره 2 تا پایه بلند همینجا میبافم. رسیدم به این برجستگی ما از پشت برمیدارم. خب میبافم، میام اینجا 1 2 2 تا زنجیره، دوباره 1 و 2. خب میام اینجا 3 زنجیرم رو میگیرم و پایه بلندم رو میبافم به این شکل.
اینجا هم بچه به این شکله. خب الان 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم. این قسمت رو دقت کنید بچه ها. الان میخوایم افزایش بدیم. اینم شده عین اینا، 3 تاشون هم یکی هن. خب ما میخوایم اینجا تعداد پای بلند هامون رو که 2 تا بود در این ردیف 3 تا ببافیم. ببینید چیکار میکنم. این وسط که میزدیم این پایه های بلندمون رو یه دونه از اینجا برمیدارم، پایه بلند، 2 تا داخلش شد. چند تا؟ 3 تا دیگه. 2 تا زنجیره، دوباره 2 تا، 2 تا داخل، خب یه دونه از اینجا بیرون که بشه چند تا؟ 3 تا. پس پایه های بلند من شدن، افزایش پیدا کردن 3 تا، 2 تا زنجیره، 3 تا. میام دوباره برجستگیمو میگیرم و میبافم. حالا باز اینجا اینه، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید باز میخوام 3 تا پایه بلند ببافم دیگه. از اینجا یه دونه پایه بلند میبافم، میرم داخل فضا، 1 و 2، 2 تا زنجیره میزنم، میرم باز هم داخل فضا، 1 و 2، یه دونه هم باز از اینجا برمیدارم. درسته؟ شد 3 تا. ببینید 3 2 زنجیره 3 برجستگی 3 2 زنجیره 3. دوباره میرم پای برجستمون میبافم، میام اینجا، از اینجا یه دونه برمیدارم، داخل فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند، بعد 2 تا زنجیره، دوباره داخل این فضا 2 تا پایه بلند و یه دونه اینجا. ببینید چطور شد بچه؟ 3 تا شد. خب الان میام این قسمت باز یه دونه پایه بلند میزنم. ببینید الان بعد این بچه، بعد این ردیف یه دونه هم باز از این 3 تایی میزنیم. خب بعد که ردیف بعدی رفتیم اضافه میکنیم، 4 تا میشه، بعد اضافه میکنیم 5 تا میشه، بعد اضافه میکنیم 6 تا میشه. خب من الان این سومی رو ببافم، بگم 4 رو چی کار کنیم. خب یه دونه هم ردیفه بچه 3 تا پایه بلندی بافتم و اینا دیگه باید 2 تا 2 تا برم بالا، یعنی 2 ردیف 3 تا پایه بلند باشه، 2 ردیف 4 تا، 2 ردیف 5 تا و 2 ردیف 6 تا که به این قسمت برسیم و نهایت کارمون باشه. یه دونه هم این ردیف رو بگم دیگه، بعد از این خودتون میتونید ببافید. ببینید بچه ها اینجا که من رسیدم 3 تا بود، 2 ردیف 3 تایی بافتم دیگه. الان میخوام یه دونه دیگه هم بهش اضافه بکنم. چیکار میکنم؟ اول از اینجا میزدم 2 تا هم اینجا، این الان یه دونه میارم این طرف. خب ببینید از اینجا میبافم، 1 یه دونه هم از اینجا، 2، الان 2 تای وسطی رو، 1 و 2. خب الان شد چند تا؟ 1 2 3 4. 2 تا زنجیره، دوباره میام این قسمت، 1 2، اینجا 1، این قسمت هم باز پایه بلنده، بعد این رو میبافم. بله درست بود. خب ببینید شد 4 و 4. اینجا رو باز، اینجا دیگه تکراریه، دوباره میام این قسمت وسط رو. ببینید به جای اینکه از اینجا بزنم 1 اینجا 2 تا بشه 3 تا، از اینجا میبافم، 1
2 اینجام 1 2 تا زنجیره، دوباره 1 2 یه دونه از اینجا و یه دونه هم از اینجا. خب این دیگه تکراریه بچه ها. دوباره این پایه برجسته رو و ادامه کار. پس 2 ردیف 4 تایی می بافیم. ردیف بعدی بازم یه دونه میایید از این طرف می بافید. خب بشه 5 تا. 2 تا 5 تایی، 2 تا 6 تایی، تا اونجا ببافید که برسید به این قسمت. ببینید به این شکل. خب ادامه کار رو با هم انجام میدیم.